تاوان یک لحظه حماقت چقدر می تواند سنگین باشد؟ برای من قیمتش تمام جوانی و زندگیم بود. سلام دوستان عزیز، داستان دختری را میشنوید که به جای لباس سفید عروسی با دلی پر از خون به خانه بخت رفت. روزی که خبر رسید برادرم رفیق صمیمیش را کشته است، فقط 13 ساله بودم. مثل برق گرفتگی شدم. هیچ باورم نمیشد برادرم قاتل باشد. خودش هم فرار کرده بود. نمیدانستم از ترس مردم رفته بود یا جرأت نداشت روبروی پدرم شود. پدرم همراه کاکایم رفتند جرگه. مادرم گریه می کرد و تکرار می گفت چرا پسرم این کار را کردی؟ خدا نکنه بین خانواده ها دشمنی شروع می شود. همه چشمها به دروازه بود که ببینیم مردها چی فیصله کردند. طفلها خبر آوردند که پدرم همراه چند تا از بزرگان قریه طرف خانه می آیند. قلبم تند می زد. همان وقت مامایم داخل خانه شد و گفت صدف را بد دادیم. دنیا دور سرم چرخ خورد. وقتی به خود آمدم دیدم نگاهم بسته میشه با برادر کسی که کشته شده بود، مردی که حتی یک بار هم ندیده بودمش. از پاهای مادرم محکم گرفته بودم و چیغ می زدم خیر مرا نبرین، مرا می کشند. اما گوش هیچ کس نمی شنید، فقط گریه مادرم بود و بس. وقتی مرا رساندن خانه شوهر، هنوز داخل نشده بودم که یک سنگ محکم خورد در فرق سرم. دستهایم به جای حنا پر از خون شد. صدای یک زن واضح و پر از نفرت از میان جمع می گفت چرا این لکبت را آوردید؟ بچه من زنده نمیشه. خون میخوایم، خون. همان زن شد خشویم. از هر طرف می زدن، هر چی می کردم رهایم نمی کردن. آخرش مثل یک شی بردنم طویله و در یک گوشه پرت کردن. شب شده بود، بدنم درد می کرد. از تاریکی می ترسیدم. دلم می شد فرار کنم ولی کجا می رفتم؟ من دختر بودم، راهی نداشتم. بین همه فقط خانم ایورم دلش برایم می سوخت. یواشکی لال و آب می آورد و می گفت چند وقت بگذرد آرام می شوند. حال داغ دلشان تازه است. اما زمان نه کینه‌شان کم کرد نه ظلمشان. کم کم اجازه دادن روی حولی برایم. شاید به خاطر از این که مزدور مفت بودم. هر کار دنیا را سرم می کردن. یک بار لال خراب کردم، خشویم سیخ داغ گرفت و دستهایم را سوزاند. شوهرم از دور می دید اما هیچ وقت یک کلمه نگفت. خب دوستان عزیز، اگر می خواهید بدانید چه سرنوشتی در انتظار صدف است، همین حالا دکمه سابسکرایب را بزنید و زنگوله را فعال کنید تا قسمت دوم این داستان واقعی را از دست ندهید. منتظر نظرات شما در مورد این رسم شوم هستیم.